در این چند روز پایانی عمر جمهوری اسلامی، شاید هم چند ساعت پایانی، هر جا جمهوری اسلامی برای شما پناهگاه در نظر گرفته بود، برای شما امکانات کمک‌های اولیه در نظر گرفته بود، غذای خوش در نظر گرفته بود، آب، هر چی بخوره تو سر خودشون. اینا جز نسل‌کشی، جز اینکه از مردم بخوان قربانی بگیرن و مردم رو سپر خودشون بکنن، جز این هیچ دیگه انتظار نباید داشته باشیم. گفتن ما سفید، شما باید بگید سیاست. این نکته اول. نکته دوم این که تا میتونید برای خودتون بس کمک‌های اولیه، باتری، چراغ قوه، شمع، پتو، غذای خشک، آب، هر چیزی که به شما کمک میکنه دو سه روز توی خیابون و اون نهادهایی که قراره تسخیر بشه رو کمک بکنه که تو خیابون بمونید و تا میتونید برای خودتون و افراد نزدیکتون که اطمینان بهشون دارید تهیه بکنید. و نکته آخر که خیلی هم مهمه، از اطراف پایگاه‌های بسیج و مسجدها فاصله بگیرید، از اطراف مدرسه‌ها و مهد کودک‌ها، اونجایی که نیروهای سرکوبگر از اونجا استفاده کردن و میدونید یا شاید هم مثلا اطرافتون هست، تو این چند روز آینده فاصله بگیرید. مطمئن باشید خبرهای خوبی تو راه. آمریکا و اسرائیل هم کارش هم بلده. یه جنگ الکترونیک اول انجام میده، چشاشون رو کور میکنه، گوشاشون رو کر میکنه، ارتباطاتشون رو قطع میکنه. امیدوارم این سری دیگه ارتش هم بیاد به مردم بپیونده. در هر صورت همه چیز داره پیش میره به اون روزی که ما همدیگه رو تو ایران آزاد بغل کنیم.